деҳаи Яккабеди Файзобод билохира соҳиби оби ошомиданӣ мешавад, аммо ба нархи ҷони 10 нафар аз ҳамдеҳагони худ. ва ҳар гоҳе ки сокинони инҷо даст ба об бурдаву онро нӯшиданӣ мешаванд, аз ин 10 гонаи шаҳид ёд хоҳанд кард ки ба хотири об барои ҳамдеҳагон рӯзи 3 апрел ҷони ширини худро аз даст доданд. با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان کمیسیای اوید به حالتهای فوق‌العاده تأسیس داده شد و موافق تحلیل‌ها موافق فعالیت کمیسیای مذکور در مدت کوتاه باید خط کشانیدن قبورها یعنی وصل‌کنی و عموما برقرارسازی و رسانیدن آب نوشاکی به این منطقه یعنی در مدت کوتاه باید این مشکلی روی حل روی یابد. من الحال در نزدیکی تپه قرار دارم که از بلندی بر تقریبا 300 متر است و روز جمعه 3 اپریل سال روان تقریبا 20 نفر ساکنان دهه یککبد میخواستند در بلندی همین تپه که لولای آب نوشاکیشان سوراخ شده بود آن را تعمیر سازند، ولی در جای حادثه به طور ناگهانی از بلندی یرج می‌فراید که 10 نفر آن را زیر خود پخش می‌کنند. با 150 خانواده دهه‌ای مذکور محض از همین منظر آب نوشاکی جاری می‌گردد و آبی که به این منظر می‌آید از دوری 5 کیلومتر است. لولای آن در بلندی و جایهای پرخوفی دامن کوه‌ها جایگیر شده است، ولی هرچند ساکنان از این خوف آگاهی داشتند، مشکل نبود آب آنها را مجبور کرده است که جان بر کف گرفته برای تعمیرش بروند. اسدالله اشورف 63 ساله هنوز هم از یافت نگردیدن جسد بیجان نبیره 16 سالش دلیر کبیروف سخت اندوهگین است و هر روز به اینجا آمده به جوان مردان و نورسان ده خوراک و چای آماده می سازد. جوانان دست به کار به یگان واسطه های تکنیکی بلکه با بیل و کلند پی جستجوی نفرهای در زیر خاک مانده هستند. مهمه اولی همین که حادثه شدگی همین جدی مخی خیلی اگون کار من اگر نقل دبشه اگون نباشه دیگه هم وقت همین جایی مخی چه فرزنده. این مراسمی خانه‌دارشوی فخرالدین نوروف همگی 3 ماه پیش از این حادثه مدهش است. مرگ نابهنگام به او امکان نداد که همسر مهربانش مستانه شریف و را خوشبخت سازد. آنها در زندگی نوی مستقلانه می‌خواستند صاحب زندگی خوش و خرم و فرزندان برومند شوند، ولی مرگ آرزوهای شیرینی آنها را زیر خاک سرد برد. جسدی بیجان و خون آغشته او را بعد 20 روز از زیر کوهپاره‌ها دریافتند. آبندی نرگفتم نمیشه پگه دیگه نارز دارین که باید آبندی گفتم که خیلی روز نرگفتم سعدم کردم گفت که من راییم گفتم بیا با جای کم ترایم برم گفت که نه باید من برم من رئیسم گفتم نره گفت که نه من بیرم باید من برم که جیوم و مرا هرچی میگن رئیس نیومد. جسد سید جلیلوی 18 ساله را در روز زادروزش 18 اپریل دریافت کردند و عکس او را همیشه مادرش در بغل دارد. فرزند ما های کودکیش اگر ما چیزایی را گوزنم معده بود وقتی که چی بگم 40 روزه بعد 40 روزگی بچه ما کسلی بیماری درست شد. بیماری درست شد ما ایره با بانیسه ها گرداندم به هم مایجو خیلی کودک خراب شد امیر چقدر خیلی بازار بی توبت و بازار بی چی بچه را کلان کردم. بچه خیلی نمی 9 سال در مکتبی رقمی 15 مکتب دخون معلم هم مش ایروی و رحمت می گفتم 10 نفر مانند یکی در زیر خاک 10 نفر افسوس یکی گشتن هلاک 10 نفر فرزندی فیضابادی ما 10 نفر فریادی ما 10 نفر هرگز نمیمیرند دیگری 10 نفر 10 کارگر 10 آوری
این مرثیه جوان یککبدی است که از جدایی ابدی دوستان و پیوندانش درد دل می کند. مردم دهه قربانیان خود را 10 گانه شهیدان می نامد، ولی می گوید این نرخ گران است و اگر دهه آب می داشت فاجعه به وقوع نمی پیوست.